سلام. تو این ویدیو به شما یاد میدم که چطور فارم‌های ثبت شده‌ای وردپرس رو توی گوگل شیت ذخیره کنید. روشی که به شما یاد میدم کاملاً رایگانه و برای انجامش احتیاج به نصب هیچ افزونه‌ای ندارید. یک گوگل شیت جدید باز کنید و از منوی اکستنشنز گزینه اپس اسکریپت رو انتخاب کنید. کدهای داخل ادیتور رو پاک کنید. من لینک این مقاله رو در توضیحات ویدیو گذاشتم. این کد رو کپی کنید و در ادیتور اپس اسکریپت اون رو پیست کنید. کد رو ذخیره کنید. دکمه دپلوی رو بزنید و نیو دپلویمنت رو انتخاب کنید. تایپ رو روی ویب اپ قرار بدید. یک توضیحات براش بنویسید. گزینه Who has access رو روی anyone قرار بدید و اون رو دپلوی کنید. چون دفعه اولی که این اپ رو ساختید، گوگل از شما میخواد که اجازه دسترسی به حساب گوگل خودتون رو به اون بدید. روی دکمه Authority Access کلیک کنید و اجازه دسترسی به حساب گوگل خود را به این اپ بدید. این لینک رو در جایی کپی کنید، بعداً از اون استفاده میکنیم. اپ رو ران کنید و به گوگل شیت برگردید. اگه همه چیز درست باشه، باید یک شیت جدید به نام ایمیل لاو به گوگل شیت اضافه شده باشه. در این مرحله کد دوم رو باید توی سایتتون قرار بدید. برای اضافه کردن این کد توی سایت میتونید اون رو توی فایل فانکشنز قالب فرزند قرارش بدید. روش آسان‌تر استفاده از افزونه‌های رایگانی مثل کار سنیپت هست. من این افزونه رو قبلا نصبش کردم. از منوی سنیپت روی اد نو کلیک کنید و کدی که قبلا کپی کرده بودید رو اینجا پیست کنید. حالا URLی که قبلا کپی کرده بودید در جای خودش جایگذاری کنید. تغییرات رو ذخیره کنید و اون رو اکتیو کنید. تقریباً کار تمومه. الان باید همون جور که توی مقاله توضیح داده شده، به فرم هایی که میخواید توی گوگل شیت ذخیره بشن، یک فیلد مخفی اضافه کنید. بیایید در المنتور یک فرم جدید بسازیم و اون رو تست کنیم. یک فیلد جدید اضافه کنید و نوع اون رو روی هیدن بذارید. باید این مقدار رو در فیلد default value جایگذاری کنیم. چون سایت من روی لوکال هاست هست، ایمیلی ارسال نمیشه، ولی اگه گوگل شیت رو چک کنیم میبینیم که فرم با موفقیت در اونجا ذخیره شده. بیایید برای اطمینان یک بار دیگه هم فرم رو پر کنیم.
از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید از شما متشکرم. اگه این ویدیو به دردتون خورد لایک کنید و اگه دوست دارید بیشتر ویدیو بسازم حتما سابسکرایب کنید. شب و روزگار خوش.